کچل میکنیم آی کچل میکنیم کچل میکنم آی کچل میکنم تگه هاتیه فیل هاتیه اوکیه. سلام بچه شنونده به تو بکگراند مسافرتم و سلام آریوسم. اومدم خودم معرفی کنم و علت اینکه چرا اصلا یوتیوب رو استارت زدم، چی شد که استارت زدم، چند وقت بود میخواستم استارت بزنم. خنده های غم انگیز. آریوسم 26 سالمه، متولد 8 دی 1377 و جونم براتون بگی که رشتم کامپیوتر بوده، علاقم به چیزایی که توش نیستمه. اسباب بازی فروشی داشتم یه مدت، حالا انشالله اگه خدا بخواد گیم نتو کافی گیم میزنم دیر یا زود و اگه خدا بخواد البته من قولی رو نمیدم هیچ وقت، کی زنده است کی مرده. دارم لاغر میکنم. آره حالا از ویدیوهای قبلی شاید فهمیده باشید دارم لاغر میکنم. یه جای تشکر داره از کسایی که یه لحظه اومد تو ذهنم باید بگم، یه جای تشکر داره از کسایی که بهشون لینک ویدیوامو میدادم، حمایت میکردم و کسایی که جدیدن واقعا اصلا من نمیشناسن و میان نگاه میکنم، واقعا ممنونم ازتون. یعنی حمایتی که شما از من میکنید با اینکه شاید حالا کم باشه ولی خودش خیلی ارزش داره واسه من حداقل. بابت بک‌گراندم بازم میگم مسافرتم جایی رو پیدا نکردم بک‌گراند خفنی داشته باشه. اتاق خودم هم همیشه بک‌گراند خفنی نداره ولی درست میشه، تک تک اینا رو درست میکنم. چرا انقدر یهویی یوتیوب رو شروع کردم؟ گفتم آقا یا این فضا یه جایی واسه من باز میکنه، منی که هیچی ندارم با یه ویدیو با یه گوشی شیائومی دارم رکورد میکنم، مثل رکورده. الان میفهمم چرا یه دفعه یوتیوبرها میگن واسه این رکورد یا نه، دکمه رکورد زدی یا نه. الان قشنگ لمس کردم، گفتم یه جایی باز میکنه برام، خودم پیشرفت میدم. یا اینکه نه دیگه مثلا حالا که شروع کردم خودم رو پیشرفت میدم که جا باز کنم. یعنی در هر دو صورت باید این جا باز بشه واسه من توی کامیونیتی ایران، چون یه بخشی از هدفم بوده و چند سال دنبالش بودم. چرا دیر شروع کردم؟ حالا شما نمیدونید، یه 2-3 سالی بود میخواستم شروع کنم و هی بهونه این که تجهیزات ندارم دیگه، بلد نیستم، کسی نیست درست حسابی یاد بده، حرف نصف از کسایی که توضیح میدادن رو نمیفهمیدم به جز اسکیل ویز واقعا کمکم کرد تو همین چند تا ویدیویی که گذاشتم. خیلی از نکاتو اگه اسکیل ویز نبود میگفتم و داستان میشد برام. روک بگم استارتو زدم، یعنی گفتم یا الان یا هیچ وقت. استارتشو زدم و امیدوارم کلی خوش بگذره بهتون اینجا. من قراره مسافرتامو با شما در میون بذارم، تفریحامو با شما در میون بذارم، در این حال خاطرات سربازیمو بگم. 2 تا گذاشتم حالا خدا رو شکر به نسبت حمایت شده. گیم میذارم اینجا دیگه، حالا گیم دیگه. آره بعد دیگه از اهداف کلیم ببین، هر دروغه بگم به خاطر ویو نیست، به خاطر دیده شدن نیست، به خاطر پول نیست. اینا اگه بگم مثلا نه من واسه پول نیومدم اینجا، دروغ محضه. خب ولی اما یه هدف بزرگتری که من پول ندارم، خب از هدفم که بزرگتره یه کامیونیتی بزرگه. یعنی من بهش فکر میکنم واقعا گریم میگیره، خب که یه کامیونیتی بزرگ داشته باشم. اصلا یه چیز دیوونه کننده است واسه من. البته حالا نمیدونم اونایی که بعد از اینکه به این هدفم برسم بعدش چی میخوام بذاریم واسه وقتی به این هدفم رسیدم اون موقع اعلام میکنم. از صفر شروع کردم که اگه یه روزی
به همین اهدافم برسم بتونم آقا بگم که آقا شما از 0 هم شروع کنید ایرادی نداره. یعنی بدون تجهیزات باشید. خب که چی؟ استارتو چرا نمیزنی؟ این حرفی بود که به خودم زدم که بعد از آینه خودم دارم نگاه میکنم اصلا انعکاس نوری که این چراغ داده به کله من و کله من داره میده به گوشی شماها خونتون رو روشن کرده. یزیدم گفتم روشنایی براتون بیارم و همین اصلا کلا نپوشیدم. 2 سال تو همین حالتیم. خب چند وقت بود میخواستم یوتیوب رو شروع کنم، یه مدت طولانی هی شغلم نمیذاشت. نمیدونم یه ویدیو میگرفتم وقت نمیکردم ادیت کنم، یه ویدیو میگرفتم وقت نمیکردم نگاش کنم، اصلا حتی یه ویدیو میگرفتم و میدیدم چقدر خط شده. یه مدت بعد دلمو میزد. بعد 2-3 بار پیج داشتم. یه نکته درباره کسایی که پیج اینستاگرام دارم بگم، من بعضی وقت یه سری حرکاتی رو میزدم و بعدش میدیدم مثلا اون لحظه مثلا فام بود ولی بعدش میدیدم چقدر چندشه. خب میدونی چی میگم؟ هر چی که میگیرید و در لحظه بهش فکر کنید، در لحظه اجرایش کنید، در لحظه هم بذارید، چون شاید همون ایده بگیره. نمیدونم. خب شاید همون ایده بگیره. کلا عقب ننداز اینا، چون دست خودته میتونی راحت عقب بندازی. و یه انتقادی که به خیلیا دارم اینی که آقا اگه زور بالا سرمون نباشه خیلی کارا نمی کنیم. مثلا اگه گیر دادن مادر پدر نباشه وسایلمون رو جمع نمی کنیم. این رفتار رو بذارید کنار، حداقل سر کاری که میخواید انجام بدید، شغلتون، که خیلی راحت تر بشید. خیلی راحت تر بشید اینجوری. خب جونم براتون بگم یوتیوب هم همین جوریه. انگار اگه معلمی، اگه استادی چیزی نباشه که برید هیبت بگی ویدیو بذار طرف نمیذاره. طرف این حداقل نمیذارن. حالا من نمیدونم یه ماه میخوام ویدیو نذارم داستان میشه یا نه. امیدوارم که نشه. خاطری که دارم این بود که شمالی یه دستم خورد ویدیو قطع شد. الان قشنگ میفهمم چرا یوتیوبرها یه دفعه وسط ویدیوشو میگن برو ببین رکورد زدی، هستن رکورده. الان قشنگ میفهمم چی میگید. ولی خب تا اون موقع مثلا میگفتم خدایا خب رکورد زده دیگه چرا برو چک کنم. نه الان میفهمم. عذرخواهی میکنم که قضاوتتون کردم. این گونه است. حالا امیدوارم که بهتر کنیم. تو این مدت که نیستم اگه میشه این ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستید حمایت کنن اگه میشه. البته خب دیگه من دارم خواهشام میکنم، شما اگه عملیش کنید لطف کردید. سربازی هم بچه ها نگران نباشید، بهم خوش میگذره. یعنی هم خدمتی هم اینا همشون فوق العاده‌ان. فردا اونجام، فردا میام به سوی پادگان و یه مدت نیستم. حمایت کنید این میشه. برگردم یه دفعه ببینم اوف چی شده. واه 10 تا سابسکرایبر من واقعا مستمن تعداد زیادیه. من به هوای این که ویدیوی اولم 20 تا ویو گرفت انقدر شوق کردم شبش خوابم نبود. به خدا میگم انتظار خیلی کمتر از این داشتم، ولی دمتون گرم دیگه. ویدیوی اولم سیتیاشو در آوردم، از پادگان برگردم چیز میکنم، رفع سوتیش میکنم. یعنی بحث بکگراند نبود، یه دونه حولمون جاویزون بود. حالا یه دوست دارید برید یه بار دیگه نگاه کنید، حولمون گوشه آویزونه، بعد دیگه جارو برقی اون پشته. یه وضع باحالیه. شاید هم وسوسیت خودم. ویدیو بعدی گیمه. حالا من از پادگان برگشتم حتمی میذارم، ولی ویدیوی بعدیش دوباره خودم میام یه خاطره تعریف کنم، یا اگه بیرون جایی رفتم ولاگ میسازم. نمیدونم هر کاری کنم زندگیمو با شما دیگه شریکم. دوستتون دارم. مرسی که
خب یه عوضای درست حسابی و چی مرسی که میبینه دیده والا به خدا من آریوس نه یادم اسکیم میوپلیز باشه. خب اینجا چنل آریوسه، اگه حمایت کردی ممنونم ازت، اگر حمایت نکردی بازم ممنونم ازت. چی میگی آریوس؟ شیشه میزنی؟ خب اینجا چنل آریوسه، اگه حمایت کردی که ممنونم ازت، اگر نکردی که ممنونت میشم حمایت کنی. دوستتون دارم، امیدوارم موفقیت همتون رو زودتر خودم ببینم. بدرود.